سلام، چطورین؟ خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از چنل پیسی خسرو. امروز اومدیم با هم دیگه یه کارت گرافیک از برند AMD RX 6800 XT رو آنباکس کنیم، سرویس کنیم. آنباکس چی؟ بریم با هم دیگه این کارت گرافیک رو سرویس کنیم. توی این ویدیو تسلط بیشتر روی سرویس کردن کارت گرافیکه تا اینکه من بخوام توضیحاتی در موردش به صورت جدا بدم. برو بریم. خب لوازم مورد نیازمون اینجاست. البته تینر مونده بود، تینر هم بهش اضافه کنیم. خمیر سیلیکونمون یه عالمه پیشگوشتی و سری، پیشگوشتی گرین. نمیدونم چرا پیشگوشتی گرین، به خاطر حالا تو براکت گرین باز شده. خب لوازمی که لازم داریم اینجاست: خمیر سیلیکونمون، پیشگوشتی و یه عالمه سری، پیشگوشتی گرین، پیشگوشتی خودم، تینر و البته دستمال کاغذی که اونم دم دست همینجا زیاد موردی نیست. بریم شروع کنیم. پیچ‌ها باید به ترتیب خودشون چیده بشن روی میز تا بعدش هم به همون ترتیب بسته بشن. این یه نکته خیلی مهمه، حتما رعایتش. برای باز کردن پیچ‌های اصلی که خود چیپستمون رو سفت گرفته به هیت سینک، نیاز به یک پیشگوشتی خیلی ریز داریم. این گرافیک بار اولیه که در حال حاضر داره باز میشه. دماهای کارت گرافیک RX 6800 XT رو اگر خواستید ببینید میتونید سر بزنید به ویدیویی که مربوط به همین سیستم و این کارت گرافیکه که با یک تامنیل سیستم 85 میلیون تومانی داخل یوتیوبمون آپلود شده و اونجا تستای دماش رو گرفتیم. بالا بود، هات اسپاتش به 105 درجه میرسید و دمای خود هسته ها هم به 85-86 که خب حالا هسته ها قابل قبول میشد بگیم باشه، البته نه برای این برند نه برای این مدل، اما هات اسپاتش بالا رفته بود، نیاز به سرویس داشت تا بره چند سال دیگه دوباره کار کنه با خیال راحت. داشتم برچسب پلمپ سیستم رو میکندم، گفتم یه توضیح در مورد این برچسب بدم که خیلی روش وسواس نباشین. بعضا میبینم که خیلی تعصب این برچسب رو میکشید. این برچسب رو میشه چاپ کرد دوباره زد روی کارت گرافیک، یعنی اصلا موضوع مهمی نیست. تا زمانی این برچسب اعتبار داره، تا زمانی این برچسب ارزش داره که گارانتی کارت گرافیک تموم نشده باشه. خیلی خلاصه بخوام بگم. بعد از اونم که شما طبق روال وقتی میخواین کارت گرافیک بخرین تستای لازم رو بعد انجام بدید تا از سلامت کارت گرافیک دیگه خیالتون تخت بشه و حالا مطمئن بشید. این از این. و بله بذارید من بورد رو بذارم روی میز تا شما هم ببینید. سکتاش رو جدا کنم. بچه ها این بورد چقدر خاک داره، بذارید بیارم نزدیکتر براتون. بچه ها این کارت گرافیک تقریبا دیگه هیچی از خمیر سیلیکونش نمونده. خشک طبیعیه که این اتفاق بیفته و دیگه همین. بعد خاکگیریش کنیم، تمیز کنیم اینجا رو. این از بورد اصلیمون، این از هیت سینکمون. چه هیت سینک کاملی داریم اینجا هم همونطور که میبینید خمیر سیلیکون تموم شده. بذارید بیارم نزدیکتر براتون. خمیر سیلیکونی وجود نداره دیگه، فابریک گفتم باز نشده بوده و خب طبیعی خیلی خوبم بوده که تا الان دوام آورده. نسبتا هم تمیز نگهداری شده، گرچه بعد باز شه، فنها از زیر خاکگیریشن، تمیزشن همه با فرچه و حالا مراحلش طی. ببخشید خیلی برده بودم بالا، تو دوربین دیده نمیشد. خاکگیریش لای این فنها همه همینجور که میبینید پر خاکه و برم تمیزشون کنم. انتهای کار براتون میذارم.
البته قبل از این که من برم بردار رو تمیز کنم، بیایید با هم دیگه خود پرزنده جی پی مون و البته هیت سینک رو با تینر و دستمال تمیز کنیم. دستمال کاغذی ایرانی رو برمی‌داریم، یه مقدار تینر روش میزنیم، افتاد و شروع میکنیم به جمع کردن و تمیز کردن خمیر سیلیکون رو خود پردازنده و اطرافش. البته که این کار رو باید خیلی با دقت و احتیاط انجام بدید، چون دور پردازنده یک سری SMD های کوچیک وجود دارن. البته داخل حالا این 6800 XT به اون صورت نیست، توی کارت گرافیک های قدیمی تر خیلی SMD های بزرگتری دورش وجود داره. البته یادم رفته بود بگم یه فرچه یا بعضی وقتا یه مسواک نرم هم به کارتون میاد که این خمیر سیلیکون هایی که خشک هستن و به دستمال نمیچسبن و لازم نباشه با دستمال تینری داخل برد پخش کنید. خب همونطور که دیدید تمام قطعات، تمام قطعه ها کاملا تمیز شد. این روز اول بریم که با هم دیگه خمیر سیلیکونش هم اعمال کنیم و ببندیم و تست های دماش رو بگیریم ببینیم به چه صورت شده. این هم وضعیت خمیر سیلیکونه. عالی، کاملا پخش شده و هیچ بیرون زدگی هم قطعا نخواهد داشت. یه قطره جهت اطمینان، چون کارت گرافیک خیلی دیرتر نسبت به پرزنده یا CPU سرویس میشه، یه قطره دو قطره خیلی کوچیک وسط خود این مثل یالا به راکت مسی گرافیک روی هیت سینک هم من میزنم دقیقا وسطش. به این صورت یه قطره، چون نباید که خمیر سیلیکون هم زیاد بزنین، استفاده پیش از حد درسته، نباید خساست به خرج بدین، اما میتونه منجر به خسارت بشه و حالا پخش بشه دور گرافیک. یک نکته که خیلی جالب بود، خمیر سیلیکون که خود کارخونه زده بود، موقعی که باز کردیم اگه دقت میکردین یکم بیرون زدگی داشت، دور تا دور پرزنده رو گرفته بود که خب کلا از لحاظ اصولی این درست نیست، اما نمیدونم چرا اینطوری بود. اول از همه ما هیت سینک رو میبندیم روی فنا و بعدش هم فنا رو اسمبل میکنیم روی برد اصلی. همراه من باشید. سرویس شده ما که تر تمیز عین نو، واقعا عین نو بسته شد. بذارید من یکم نوروش هست البته، و بریم که با هم دیگه تنظیمش کنیم روی اون کیسی که اونجا میدیدید، اسمبلش کنیم و تست های دماش رو بگیریم. قبل از اون هات اسپاتش بالای 100 درجه بود و دمای هسته ها و خود جی پی یو هم که میرسید به 85-86 درجه. همراه ما باشید. خب کارت گرافیک رو اسمبل کردیم، بیاین که با هم دیگه تست دماشم بگیریم. بریم با هم دیگه تستای این گرافیک رو بگیریم با نرم افزار فورمارک و البته نرم افزار HWinfo که دیگه به ما ریزترین دماها رو میده. کارت گرافیک 6800 XT سافایر نیترو پلاس. میایم پایین و دقیقاً اینجا. بذارید من یکم نور مانیتور رو کم کنم که برای شما بهتر نمایش داده شه. خب بسیار عالی. بریم با هم دیگه تو رزولوشن حالا 4K
یا 2K مانیتور من 2K. بریم با هم دیگه 2K ازش تست بگیریم. فنامون پر خیلی پایینی دارن در حال حاضر. کارت گرافیکمون داره 288 وات 289 وات تقریبا مصرف پاور، جریان کشی داره. دمای جی پی یو تمپرچرمون 70 درجه است، 70 درجه و هات اسپاتمون روی 86 درجه رسیده. من امیدوارم که دیده بشه اینجا. الان تمپرچر جی پی یو تمپرچرمون شده 70 72، هات اسپاتمون 89 90 و روی 2K داریم تست میگیریم. خیلی تست نسبت به 1080 سنگین تره و حالا 4Kش هم میگیریم ببینیم به چه صورت در میاد. نهایتاً شده 90 درجه جی پی یو تمپرچر و جی پی یو تمپرچر هات اسپاتمون 90 درجه است و تمپرچرمون 75 درجه. اینم بهتون بگم که با 1500 RPM، یعنی صرفا شما صدای گرافیک رو نمیشنوید، یه چیزی تقریبا میشه حدوداً 30 تا 40% فن. خب فکر کنم درست بگم. و اسکورمون هم 12800 داد. بریم با هم دیگه روی 1080 یه تست بگیریم. روی 1080 یه تست بگیریم ببینیم به چه صورته. الان بهتون درصد درگیری فن رو میگم. الان با 1200 RPM 29 درصد 30% داره فن میگیره و 1500 تا شد 40%. واقعا فنای سایلنتی داره. سیستم فناش هم خیلی جالبه. فنای بغلی پره های ریزتری دارن، فن وسط پره های بزرگتری داره، اون ایرفلو رو خوب حفظ میکنه. برامون زده فنمون 42 درصد 3% بیشتر از فن 43% تقریبا نمیگیره که میشه RPM 1500ش و جی پی یو تمپرچر روی 77 نگه داشته، هات اسپات روی 92 که ما حتی پدهای سیلیکونیش رو عوض نکردیم. یعنی اگه قطعاً پدهای سیلیکونیش عوض میشد دمای هات اسپاتش پایین میاد که الان هم مشکلی نداره روی 90 درجه دقیقاً 90 درجه 92 درجه نهایتاً خونه پر و البته هیچ فنی نمیگیره. اسکورش روی 1080 هم شدش 20700. ما اگر برای این کارت گرافیک یک تنظیم فن سفارشی بزنیم، از جایی که حالا من میدونم که این درصد فنی که اینجا نشون میده بیشتر از چیزی هستش که در واقعیت، یعنی اگر میزنه 40% فن داره میگیره، شما همین 1500 RPM رو با نرم افزار MSI افتر برنر که تنظیم کنین ستاپ کنین صدای فن بیشتری میشنوید، PWM بیشتری میگیرید اینجا فناتون، چرخش فناتون منظورم هستش. و آره واقعا این دمای این سیستم نهایتاً بتونه 70 بشه. یعنی یک گرافیکی دارید شما که توی نهایت فشار با 300 وات مصرف برق، و البته این گرافیک مال مثلا 3-4 سال پیشه، وقت فقط یه خمیر سیلیکون براش عوض کردید، یک سرویس دوره‌ای شده، الان به همچین دمای خوبی رسیده. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و استفاده کافی رو کرده باشید. اگر هر سفارشی مشاوره‌ای داشتید هم داخل کامنت ها همینجا توی یوتیوب هم داخل دایرکت اینستاگرام در خدمتتون هستید. ببخشید که سبک این محتوا یکم فرق داشت و کلا وقت کم تنگ بود این 2 تا ویدیوی آخر توی یوتیوب. سعی میکنم که با کیفیت بیشتری در آینده براتون محتوا ارائه کنم. مرسی که دنبالمون میکنید. بدرود.